منابع پایگاه خبری بامداد روز 25 ایول سال 2024 از دوشنبه خبر دادند که وزیر سابق کارهای خارجه تاجیکستان و سفیر سابق این کشور در امریکا و ژاپن همراخان ظریفی بعد قریب یک ماه از حبس آزاد شده است. این منابع درباره تحت چه شرایط آزاد شدن همراخان ظریفی اظهار بی‌خبری کردند و معلوم نیست که آیا او را شرطاً آزاد کردند و یا تحت حبس خانگی قرار دارند. همراخان ظریفی بعد بازنشسته شدنش در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیسبوک خیلی فعال بود، ولی صفحه‌اش در فیسبوک از 29 مای به این طرف نو نشده است و مسنجر این شبکه نیز می نویسد که ظریفی فعلا به چت دسترسی ندارد. منابع بامداد می گویند که ظریفی روز 12 ایول درست یک ماه بعد بازداشتش جواب دادند. مقامات تاجیکستان تا کنون خبر بازداشت و اینک روایی رهبر سابق اداره سیاسی این کشور را به یگان نحو شرح ندادند. منابع غیر رسمی قبلا خبر داده بودند که همراخان ظریفی روز 12 ایون سال 2024 در روز با اتهام غصب حاکمیت بازداشت شدن وکیل پارلمان و نامزد سابق به پرزیدنتی تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده بعد او دستگیر شده بود. همان روز به گفته منابع غیر رسمی سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس سابق شورای عالی اکبرشاه اسکندروف نیز به حبس گرفته شد. منابع بازداشت این دو منصبدار در گذشته بلندپایه و باز چند نفر دیگر در جامعه شناخته از جمله چند افسر سابق نیروهای امنیتی، معاونان رئیسان دو حزب دموکرات و سوسیال دموکرات احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف را نیز به پرونده پرسر و صدای عثمانزاده ربط می‌دادند. کاملزاده ماه ایون و حکیموف 12 ایول دستگیر شدند. مقامات تا کنون درباره بازداشت افراد دیگر در پرونده عثمانزاده که به غصب حاکمیت و درخواست 10 میلیون دلار از یک نماینده کشور خارجی برای عملی ساختن این نقشه عیبدار میشوند یگان اطلاع ندادند. هرچند دادستانی کل روز 12 ایون وقتی از پارلمان بیکار کردن دخل‌ناپذیری وکیلی عثمانزاده و اجازت حبس او را درخواست میکرد، گفته بود که پرونده جنایتی با اتهام غصب حاکمیت به ضد سید جعفر عثمانزاده و دیگران گشوده شده است. او آن وقت افشا نکرد که و دیگران که هویند. در رابطه با بازداشت همراخان ظریفی فرضیه دیگری نیز وجود داشت که گویا پرونده او به جنایت اقتصادی و به کارش در ساختمان بنای وزارت کارهای خارجه ربط دارد. بنای اشقبته وزارت خارجه تاجیکستان در مرکز دوشنبه در نزدیکی قصر ملت در زمان وزیری ظریفی با خرچ 73 میلیون سومانی یا تقریباً 15 میلیون دلار ساخته شده 15 مارس سال 2023 به استفاده داده شده بود. همراخان ظریفی 25 دکبر سال 1948 در نویه فرخور به دنیا آمده. سال 1971 رشته فیزیک و متماتیک دانشکده آموزگاری کولوب را ختم کرده است. او از سال 1974 تا 1993 در ساختارهای کگب کار کرده. از سال 1993 به کار دیپلماتی گذشت. ظریفی از سال 1996 تا 2002 سفیر تاجیکستان در افسر و مجارستان و اسلواکیه، از سال 2002 تا 2006 سفیر تاجیکستان در امریکا، از 2006 تا 2013 وزیر کارهای خارجه و بعد آن تا زمان بازنشسته شدنش سفیر تاجیکستان در ژاپن بود.